دوستان عزیز سلام. لازم دونستم یه چیزی رو بگم. مثلا من کلا بحث سیاسی و این داستانا علمش هم ندارم، دخالت نمیکنم. این وضعیت بارون جاده است، تازه الان افت کرده، یعنی 10 برابر این داشته بارون میومد. بعد از سید عباس توی اتوبان اهواز اندیمشک به سمت شوش که میای 2 تا دوربین است، کلا هم 2 لاینه جادهش، از خیلی قبلتر از شاهور و از عبدالخان و اصلا از اهواز کلا 2 لاینه. 2 تا دوربین هست بعد از سید عباس. قبل از دوربین اول تصادف شده بود، یه دونه پراید زده بود به گاریه یه دونه تراکتور توی این تاریکی. فکر کنید توی این حجم بارون توی این لاین اینجا، وقتی اینجا میبنده ماشین سنگین اجباراً باید بره توی اون لاین. بعد توی اون بارون ترمز نمیتونی بگیری، تو اون شدت باد طوفان. 150,000 تومان. بحث سر 150. فقط میخوام بگم که آقای پزشکیان، دکتر پزشکیان که میگی دولت ما پول نداره، میخوام یه رقم بگم ببینید دولت داره چجوری پول در میاره. مگه میشه پول نداره؟ اگه من حساب کنیم 1 ساعت، فقط 1 ساعت اون سانحه تصادف طول کشیده باشه تا مأمور بیاد، نمیدونم کروکی بکشه، جر ثقیل بیاد، ماشین رو بکشه کنار، حالا با اون تصادفی هم که اونجا شده بود آمبولانس بیاد فلان، ما میگیم حداقل 1 ساعت. خدای دو شاهد، من از اهواز که در اومدم ساعت 5 صبح، الان این 4:30، من ساعت 10:30 این جریمه واسم رتبه. این 10:30 سید عباس بودم، 4:30 صبح تازه الان رسیدم پلیس راه بعد از پلزال اول خرم آباد. من میگم 1 ساعت، اگر 1 ساعت طول کشیده باشه. اونجا هم شاهراه، خیلی ماشین سنگین، کسایی که رفت آمد دارن میدونن حداقل توی 1 ساعت 1000 تا ماشین سنگین فقط رد میشه و اجباراً به خاطر اون تصادف باید از زیر اون دوربین رد میشدن. یعنی اینجا که نمیتونستن برن، تصادف شده باید میرفتن توی این لاین. یعنی اینجا با این فاصله دوربینه، اینقدر فاصله، به اون چراغ دومی اینجا تصادف بود و اونجا دوربینه. 1000 تا 150,000 تومان حساب کنیم. بعد میگن نمیدونم، حالا یه مثالی هست، مثال زیبایی نیست، کلامش بده. علی بابا شما واقعا دارید هن کره میگیرید، به جای اینکه جریمه 150,000 تومانی صادر کنید فرد برای اون هم خدا رو خوش نمیاد، به والله حرومه، خدا شاهد حرومه این اونا که داره اینجوریه که دارید نون حروم از مردم میگیرید، باز حروم دارید پسش میدید به مردم. نون این ملت رو حروم کردید همه مدله. مردم هرچی هم مثلا بگیم آقا قانع، صداقت، مردم مظلوم، ولی بابا شما نون مردم رو هم دارید برمیگردید. آقا بردارید میگردید تو مردم دیگه، این پوله داره میچرخه، نون حروم در میارید، حروم دارید میکنید توی جیب این ملت، مردم رو حروم خور کردید، خودتون هم حروم خورید. حرومه. هیچ راننده‌ای مطمئن باشید به تاریخ امشب 18/9/1404 یه دونه از اون راننده ها راضی نیست این جریمه رو پرداخت کنه. حرومه بابا، داریم پاره میشیم. من الان 48 ساعت توی بارون دارم تو جاده‌ام، پلک نذاشتم. یه شریک دارم حق داره میخواد ببره، نمیدونم خودم هم زن و بچه‌م، این ماشین خودش سهم میبره از درآمد. ماشین دیگه، ماشین دارا میدونن من دارم چی میگم. باربری میخواد، نمیدونم کارگر انعام میخواد، عوارض میدیم، کوفت میدیم، زهرمون. بخوای بری گازوئیل بزنی باید منت 1000 آقا تو رو خدا بذار گازوئیل هم بیای 100 تومن رو بگی بذار جیبت. نکنید، تو رو قرآن نکنید این کارا رو. به جای اینکه زرد پای سر هم جریمه بفرستید واسه مردم، دارید میبینید دیگه تو دوربین بوده. پلیس راهنمایی رانندگی جر ثقیلشو بفرسته، بیاد اون ماشین رو سریع انتقال بده کنار جاده. خدایی نکرده اتفاق بدتری نیفته، یه ماشین سنگینی کنار سواری باشه، ترمز نمیتونه بگیره توی بارون، اگه بیاد اونم پشت سرش زده اون پراید و نمیدونم تراکتور و اون گاری و همه رو
صاف میکنه کف آسفالت. یه صحنه خیلی دلخراش خطرناک اتفاق میفته. بابا نکنید، رحم کنید به این مردم. به قول خودتون انسجام ملی اتفاق افتاد توی جنگ 12 روزه. چجوری فقط تو اونجا انسجام ملی رو میخواید؟ انسجام ملی، وحدت ملی اینجا دیگه بود تو سابیده به علک. نکنید بابا.